روی کره زمین مکانهایی وجود داره که وقتی بخوای واردشون بشی خطر مرگ یا دستگیر شدن یا هر چیز دیگه‌ای در انتظارته. بعضی جاها پر از مارهای کشندن، بعضی جاها به خاطر بیماری‌های مرگبار قرنطینه شدن و بعضی جزایر هم به خاطر قبایل منزوی و بدوی که دارن خطرناکن. اما چرا ورود به این جزیره ها ممنوعه و اصلا چه رازهایی پشت این مکانهای اسرارآمیز پنهان شده؟ خب با شماره 1 شروع میکنیم. جزیره سنتینل شمالی، جایی که زمان کاملا متوقف شده. در اقیانوس هند و در جزیره‌ای متعلق به هند گروهی از عجیب‌ترین آدم‌های روی زمین زندگی می‌کنند. ساکنان این جزیره که به سنتینلی ها معروفن، هزاران ساله که هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتن. اونا نه اینترنت میشناسن، نه تلفن همراه میشناسن، نه ماشین و عجیب‌تر این که هر کسی سعی کرده بهشون نزدیک بشه رو با تیر و نیزه بهش حمله کردن. به همین خاطر دولت هند اومده نزدیک شدن به این جزیره هم حتی ممنوع کرده. البته دلیل این ممنوعیت فقط خطر حمله نیستش. بدن سنتینلی ها برای بسیاری از بیماری های مدرن ایمنی کافی رو نداره. من یه جا خوندم که میگن 60,000 سال ارتباطشون با دنیای بیرون قطع شده. برای همینم یه سرماخوردگی کوچولو ممکنه یک فاجعه‌ای رو تو این قبیله منجر بشه. در مورد این جزیره ماجراها و داستانهای زیادی وجود داره که اگر بهش علاقه داشته باشید میتونید برامون کامنت بذارید، ما هم بریم سراغش و اطلاعات جمع کنیم و یه ویدیوی جداگونه کلا براش درست کنیم. اما بریم سراغ شماره 2، جزیره مارها، جایی که زمین زیر پات حرکت میکنه. در سواحل برزیل جزیره‌ای قرار داره که معروف به جزیره مارها که محل یکی از سمی‌ترین مارهای جهان یعنی افعی سرنیزه‌ای هم هستش. امروزه فقط دانشمندا و نیروهای ویژه با مجوزهای رسمی اجازه ورود به این جزیره رو دارن. بر اساس تحقیقات انجام شده حدود 2000 مار سمی تو این جزیره زندگی میکنه که بین اونها افعی سرنیزه‌ای زرین و افعی گودال سمی‌ترین هستن. میگن بیشتر از 90% گزارشات مربوط به مرگ و میر ناشی از مارگزیدگی توی برزیل مربوط به همین دوتا دونه مار میشه. جالب اینجاست که به گفته مردم محلی که همونجا زندگی میکنن توی هر 1 متر مربع اون جزیره 1 تا 5 تا مار سمی هستن. اصلا کابوسیه برای آدم وقتی تصورشو میکنی. منبع اصلی تغذیه‌شون هم که پرنده ها و حشرات و قورباغه‌ها و اینجور چیزاست دیگه. اما شاید ترسناکترین مورد این لیست مربوط به یه جزیره کوچولو نزدیک ونیز ایتالیا باشه. جزیره پووگلیا، جزیره‌ای که قرن‌هاست اسمش با مرگ و بیماری گره خورده. داستان از قرن 14 میلادی شروع میشه، زمانی که طاعون سیاه مثل یک کابوس کل اروپا رو درنوردیده بودش. هر کسی که علائم بیماری رو نشون میداد از شهر جداش میکردن و میفرستادنش توی جزیره پووگلیا. بعضی از تاریخدانان معتقدن که تعداد زیادی از قربانیای طاعون تو همین جزیره دفن شدن. حتی به گفته خیلی از مردم اون منطقه خاک این جزیره از جنازه های طاعون درست شده. اما کاووس پووگلیا به اینجا ختم نمیشه. سالها بعد تو اوایل قرن 20 یه بیمارستان روانی هم اومدن توی این جزیره ساخت. همین موضوع هم باعث شد که داستان‌ها و روایت‌های ترسناک و عجیب غریبی از این جزیره بیادش بیرون. مثلا میگفتن یه پزشکی توی این بیمارستان روی بیمارای روانی آزمایش‌های خیلی خطرناک انجام میده. بعدش هم خودش رفته از بالای ساختمون ناقوس خودش انداخته پایین، جان به جان آفرین سپرده. اما جالب اینجاست که هیچ مدرک تاریخی معتبری برای این داستان‌ها و افسانه‌ها وجود نداره و ممکنه که بعدها توسط آدما این روایت‌ها نقل شده باشه. امروز جزیره پووگلیا خالی از سکن است. ساختمان‌های متروکه، راهروهای فرسوده و سکوت عجیب حاکم به این جزیره باعث شده که خیلی‌ها از این جزیره به عنوان یکی از ترسناک‌ترین مکان‌های روی زمین یاد کنند. اما شماره 5 این لیست شهریه که یهو خالی از سکنه شد. هاشیما نزدیک ژاپن. تو سواحل ژاپن یه
جزیره‌ای وجود داره که از دور بیشتر شبیه یه ناو جنگی بزرگ به نظر میرسه، اما چیزی که هاشیما رو خاص میکنه ظاهر عجیب غریبش نیستش، بلکه اینه که زمانی یکی از شلوغ‌ترین نقاط روی زمین بود. داستان از اواخر قرن 19 شروع میشه، وقتی که ذخایر عظیم زغال سنگ توی این منطقه کشف شد. کم کم معدن‌های بزرگی ساخته شدن و کارگرها به همراه خانواده‌شون مهاجرت کردن به این جزیره. ساختمان‌های بلند ساخته شد، مدارس، بیمارستان‌ها، مغازه، سینما، هر چیزی که مربوط به زندگی شهری میشه. تو دهه 1950 بیشتر از 5000 نفر روی این جزیره کوچیک زندگی میکردن. به قدر آدم تو این جزیره بود که اون زمان یکی از متراکمترین نقاط مسکونی روی کره زمین بودش. اما این رونق برای همیشه دوام نداشت. با گسترش استفاده از نفت دیگه کم کم استفاده از زغال سنگ کم شد و معدنایی توی این جزیره هم دیگه گفتن نیمی صرفت، درشو تخته کردن. تو سال 1974 شرکت میتسوبیشی هم تصمیم گرفت در هر چی معدن داره رو اونجا تخته کنه و بعد از اون یه اتفاق عجیبی افتاد. دونه دونه این کارگرای معدن با خانواده‌هاشون شروع کردن از جزیره رفتن و طی 2-3 ماه یهو جزیره خالی از سکنه شد. انگار که زمان تو هاشیما متوقف شده بودش دیگه. امروز ساختمون‌های متروکه و پنجره‌های شکسته و خیابون‌های خالی اونو شبیه یه صحنه از فیلم‌های آخرالزمانی کرده. خب حالا اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، با وجود تمام پیشرفت‌های بشر هنوزم مکان‌هایی روی زمین وجود دارن که به خاطر دلایل طبیعی یا حتی به خاطر خود انسان‌ها ورود به اونها ممنوع شده. و شاید عجیب‌ترین نکته این باشه که خیلی از این مکان‌ها هنوز رازهای کشف نشده‌ای دارن. ما توی این ویدیو رفتیم سراغ 4 تا از این جزیره‌ها. مطمئناً جاهای دیگه‌ای هم وجود دارن که داستان‌های عجیب غریب و ترسناکی پشتشون هست. اگر شما به این مطالب و داستان‌ها علاقه دارید، برای ما کامنت بذارید که ما هم بریم راجبشون ویدیو بسازیم. مرسی که این ویدیو رو دیدید.